گفته شده است که یک وزیری بود بسیار عظیم القدر. او از همنشینان داوود علیه السلام بود و بعد از همنشینان سلیمان شد. روزی مردی به ملاقات سلیمان رفت. این مرد در حضور سلیمان با نگاهی رعب‌آور و ترسناک به وزیر خیره شده بود و وقتی مرد خارج شد، وزیر با وحشت از حضرت پرسید: ای پیامبر خدا، این مرد که بود؟ گفت چرا؟ گفت به الله قسم که مرا به شدت ترساند. گفتند فرشته مرگ بود. وزیر گفت یا نبی الله، تو را به الله قسمت می دهم به باد امر بفرمایی که مرا به هند ببرد. گفت ای مرد نگران نباش. وزیر با خواهش و اصرار از سلیمان خواست که به باد امر کند که او را به مقصد برساند. این باد در صبح مسیر 1 ماه و در عصر مسیر 1 ماه را طی می کند. مسافتی که مردم عادی در 1 ماه کامل طی می کنند، باد در فاصله صبح تا ظهر طی می کند. سلیمان به باد امر کرد و باد او را هم کرد که تا بعد از ظهر او را برساند به هند. و روز بعد از آن اتفاق ملک الموت علیه السلام به پیش سلیمان رفت و مثل همیشه به او سلام کرد و سپس سلیمان به ملک الموت گفت: روز قبل دوستم را ترساندی. چرا با نگاهی ترسناک و متعجب دوستم را نظاره می کردی؟ گفت یا نبی الله، مؤاخذه‌ام نکن. از وجودش در کنار شما تعجب کردم، زیرا مأمور شده بودم روحش را بعد از ظهر در هند قبض کنم. سلیمان از او پرسید: خب چه کردی؟ گفت بعد از ظهر رفتم پیشش، او در آنجا در هند منتظرم بود و روحش را قبض کردم و کسی نمی‌داند که فردا چه به دست می‌آورد و کسی نمی‌داند که در کدامین سرزمین می‌میرد. این همان مرگ است. بردباری پیشه کن، چون با گذشت روزگار شادمان خواهی شد از صبرت به نزد کردگار. پس تو خود را آماده کن قبل از مماتت ای عزیز، پیش از آن روزی که میگویند از اعمال ریز، خیش و یارانت ندایت میزنند، اما تو آه در پی جان دادنی، در حال رفتن از نگاه. آورندت بهر غسل و غسل بر جانت دهند، عطر و کافور و سپس تنها رهایت میکنند. هان تصور کن تو بر تخت، تویی در نزد غسال، تو را غسلت دهد اما نگردی آگه از حال. دمی در خاطر آور ظلمت و تنهایی گور، به یاد آور که غسلت میدهند با سدر و کافور. تو آیا آگهی از محشر و از حال و احوال؟ بگو برهان چه داری؟ چه عذری و چه اقوال؟ شایسته است که انسان با گمان نیک نسبت به پروردگارش از این دنیا رخت بربندد، با این حسن ظن که نزد خداوند بسیار بخشنده و مهربان می رود، پیش خدایی که رحمتش بر عذابش غلبه می کند، بردباریش بر عقابش غالب است. کدام زندگی از کدورت مرگ در امان می ماند؟ مگر طول عمری داریم که با مرگ کوتاه نشود؟ مگر عمر چقدر می تواند زیاد باشد در جایی که مرگ است؟ کدام شادی عظیمی به سبب مرگ از بین نرفت؟ شایسته است که انسان با گمان نیک به پروردگارش از دنیا برود.